خوب نبود. نظر بزنم یا بذار بگیره بره. بزن. حالا خشتو بیا یارت ببره. یار میبرید اینو یا حریف؟ عزیزم بریم با هم دیگه دست گیم بزنیم ببینیم چی میشه. بله یارم محسن، امیر 18 با پلیر 23. دست بدکی ندارم ولی به برش نمیرسم. میدونی چی میگم؟ امیدوارم که دست یارم خوب باشه، با دست یار بازی کنم. به دست یار یعنی بازی کنم. خشتو حتما بازی میکنم. هفتمون الان تاثیر نداره. محسن جون نه یا لازمه تو عزیزم. حالا چرا نباید بیاد؟ سوال خوبیه. الان یه پادشاهمون دست پلیر او مای گاد. یعنی حتی چند تا بشماریم اگه لازممونه؟ چند تا رفته؟ 8 تا رفته. 8 تا رفته و آره 8 تا 9 تا 10 تا 3 تا دیگه مونده لازم که دست امیر میتونه باشه، دست محسن هم میتونه باشه. یارم خشت نیومد. من ترجیح میدم ادامهش دلو برم. حتی اگه امیر میخواد ببره من بازم دلو میرم. تا حالا شده یک بارم تو به هم بگی دوست دارم. خب یارم دیگه الان خشت میبره. خشت میبره. خواجم بریدی؟ لازمتون نیام. هی خدا. یعنی همه لازم دست خودش بود. عجیبه. داشتتون حاکم شده برید کنار. حکم چیه به نظرتون؟ مشخصه دیگه. حکم پیکه. اوپس. دست خوبی اما با لازم شروع نمی کنم. با پیک شروع میکنم. امیدوارم خشت و یارم ببره بعدن. مثلا الان مثلا شاهشو بیاد من با دل رد بدم. اینجور بازی خیلی حال میده. این جنگولک بازی. خب امیر بس میبره خشت. امیر جان آها داداش گلم اینو زودتر بیا من این دلا رو بدم بره ببرم. 3 تا اینم که رفت برش. امیر ببرش. میخواد چی بازی کنه حالا؟ خوب نبود. نظر بزنم یا بذار بگیره بره. بزن. حالا خشتو بیا یارت ببره. یار میبرید اینو یا حریف؟
این برای دست پیش بود دوست من. من رد میدم. ببین ما برای یه دست موندیم. خب برای رد دادنم علت داره. مجبورم خشت بازی کنم. آها خوب شد داداش گرفتیم دست. 10 رفته، اینم سربازو، اینم 9 که دست ماست. یه سری جا میتونستم ریسک کنم خب، ولی خب میخواستم سیف ببریم. میگیری چی میگم؟ میخواستم سیف ببریم، وگرنه که میشد یه ریسکایی هم کرد و برد. حتی با خاص شروع میکنم. دست جالبیه. سعی میکنم همزمانم براتون تحلیل کنم که حالا کسایی که مبتدیان یاد بگیرید بازی و حالا یکم تجربه دارید اون قلقای خاص بازی یاد بگیرید. اگه شما چیزی بلدید به من اضافه کنید تو کامنت ها. کامنت بچه ها ساب کنید شیطونا. ساب و لایک اصلا فراموش نشه. اگه داشلی رو دوست دارید خوشتون میاد حمایت کنید ازش، انرژی بگیره داشلی. خب بد نبود این حرکتش. من خود الان لازم و من دوست دارم، ولی با اینکه یارم آره اینو میبره. این میدونی علت اینکه لازم دوست دارم چی؟ حالا دیگه نمیبره. یار میبرید اینو راستی. آره خب الان لازم باید کنه اگه باهوش باشه محسن جان. وای از دست تو، از دست تو بابا. به نظر چاره جز لازم دارم؟ نیست دیگه، چاره ای نیست. اما اگه سرباز نرفته ببین باید بیادیم، فرق نمیکنه. گرفتن دستو. ببین یارم لازم نکرد. خیلی راه خلاصه بهت بگم چرا نبردیم. یار لازم نکرد به همین راحتی. یعنی انقدر میتونه اهمیت داشته باشه کی لازم کنی کی نکنی. میبینی الان دست برگشت دیگه. اصلا دستمونم خوب نیست. احتمالا این دستم برا حریف باشه. من همچنان پیکو ادامه میدم. یه خالشمون پیک. احتمالا هم دست یارمون یه خال. خب این چی بود؟ این چی بود؟ وای این چی بود بازی کرد؟ واقعا کلافه میشم این حرکت ها رو یارم میبینم. آدم پادشاه میده زیر تکیه. من اون سری هم تو اون ویدیو پیشم گفتم اصلا این سبک بازی اصلا درست نیست. میدونی چی میگم؟ سبک اصلا درستی نیست. یعنی ما اگه قرار بود حتی ببریم یارم یه کاری کرد قطعا ببازیم.
دیگه مگه با اتفاق بشه ببریم. میبینی 2-2. پس ما 2 دست رو باختیم، به اشتباه یارمون باختیم تا الان. خلاصه بخوام بهت بگم 2-2 شدیم، یار اشتباه کرده که 2-2 شدیم، وگرنه الان 3-0 باید بازی تموم شده بود. و حکمم پیک ما هم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد و فقط باید بیننده باشیم. بفرم. بیا محسن جون، انقدر فکر نداره برادر. مثلا الان لازمت اشتباهه، میگیری چی میگم؟ مثلا داری از تکهات شروع میکنی. این خیلی بازی سمی اصلا. دیدید این دست برای ما دیگه نیست، میدونی علتش هم اینه که بازی 2 سری 2 دست به ما فرصت بردن داد، ما هم نبردیم، پس برد نوش جون اونا بهتر بازی کردن. میگیری چی میگم؟ مجبورم فقط همین رو بازی کنم. اینم برید، پس امیر همه چیو میبره، خاجو میبره، خشتم میبره. آنه هیچ کاری از دست ما هم بر نمیاد. خب این حالا 12 هم 20 شماره 23 هم این کارتش رو اشتباه بازی کرد دیگه، چون یار من نبرید. فکر کن یار من بیبی رو رد داد، بعد با بیبی رد داد، بعد نبرید. من نمیدونم داره به کی تریک بیا هفتش هم انداخت، اصلا نمیدونم داره کیو گول میزنه در واقع. بیا نوش جونتون، دمتون گرم. خیلی مخلصیم. اگه خوشت میاد از این سبک بازی ها، شمایی که تازه چنل من دیدی منظورمه، من چنلم پر از این بازی هاست که همزمانم تحلیل میکنم روش و یا یک سری ویدیوهای چالشی که بازی رو برای خودم سخت میکنم جذاب. اونا رو حتما ببینید، حتما اگه خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید برادران و خواهران عزیزم. و همین دیگه، خیلی مخلصیم، دلی دوستتون دارم. یا علی.